عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ترازو است، میزان است، میزان سنجش منافق و مؤمن. از زمان نزول آیات مبارک سوره نور که در پاکی ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نازل شد، این زن پاک محبوبه رسول الله صلی الله علیه و سلم میزان است، ترازو است برای شناخت منافق و برای شناخت مؤمن. الله متعال در پاکی ایشان آیاتی از قرآن نازل کرد. کسانی که به ام المؤمنین عایشه صدیقه تهمت زده بودند منافقین بودند، اصلا تهمت رو اونا زدن. بعضی از مسلمان‌ها اشتباهاً یا از سر نادانی و جهل این رو تکرار کردند که الله متعال جزای اونها رو داد. و در سوره نور آیه نازل شد که ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، کسانی که این بهتان بزرگ رو بر ام المؤمنین عایشه زدن عده‌ای از شما هستند. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم، فکر نکنید که این شر است برای شما، بلکه این خیر است. لكل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، یعنی الله سبحانه و تعالی بیان میکند که فکر نکنید که این شر است، این خیر است. شما منافقین را شناختید، کسانی که در پی ضربه زدن به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست رو شناختید. والذی تولی کبره، کسی که بزرگترین گناه این تهمت بزرگ رو به دوش میکشید کی بود؟ عبدالله ابن ابی ابن سلول، سرکرده منافقین در مدینه. له عذاب عظیم، برای او عذاب دردناکی است. بعد از نزول این آیه 11 سوره نور، میزان برای شناخت منافق و مؤمن ام المؤمنین عایشه صدیقه است. هر کی رو دیدید که با ام المؤمنین عایشه صدیقه کوچکترین بی‌ادبی میکنه، بدانید که منافق است. تهمت میزنه، بدانید که منافق است. و بعد از اون دستور میده به مؤمنین صحابه که گرفتار این فتنه شده بودن، لولا استمعتموه ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، یعنی گمان مؤمنان در بین هم دیگر باید نیک باشد. مؤمن به مؤمن باید گمان نیک بکند، نه اینکه اگر کسی گفت که والا مؤمن فلان کاری رو کرده تا بدون تحقیق بدون جستجو بیا این رو قبول بکنید. و بعد از اون عذاب شدید رو برای اینها اعلان میکنه در آیات 23 24 25 و 26. میگه که ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخره ولهم عذاب عظیم، کسانی که زنان با عفت و پاکدامن و غافل از این تهمت ها رو بهشون تهمت ناجایز میزنن، تهمت زنا میزنن، لعنوا فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت مورد لعن قرار گرفتن، و لهم عذاب عظیم، و برای اونها عذاب دردناکی است. از قاری عبدالکبیر حیدری گرفته تا هر کسی که نسبت به ام المؤمنین عایشه صدیقه نظر سو داشته باشه، تهمت بزنه و بهشون با یا مطالبی رو که در اون تهمت زنا و بی‌عفتی به ام المؤمنین است نشر و پخش بکنه، مورد لعن عذاب الله سبحانه و تعالی قرار میگیرن. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون، روزی که زبانهایشان، دستهایشان، پاهایشان با آن کاری که انجام میدن بر علیه اونها شهادت بده. بعد از اون در آیه 26 الله سبحانه و تعالی میگه الخبیثات للخبیثین، شما که به حضرت عایشه میگید که علیه بالله خبیث بوده، میگه زنهای خبیث، زنهای ناپاک برای مردان ناپاکن، والخبیثون للخبیثات، و زنهای ناپاک برای مردان ناپاکن. اگر پیامبری که رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اگر زنش ناپاک باشه، این به این معنی است که علیه بالله خود پیامبرم ناپاک است. و اگر مردی که ناپاک باشه، به این معنی است که همبسترش هم ناپاک است. الله سبحانه و تعالی از بین این همه بشر پیامبری رو برمیگزینه و این پیامبر برای او یک همسری رو الله متعال انتخاب میکنه که به قول شیعه علیه بالله زناکار بوده، خبیث بوده، منافق بوده، فلان بوده، این بوده، اون بوده. بعد که اگر این حرف چی میگن؟ خب زن لوط و زن نوح هم اینطوری بوده. این احمق ها چون قرآن بلد نیستن، فقط این مثل بلبل میخوانن، قرآن رو تفسیرش رو نمیفهمن، معنی قرآن رو نمیفهمن، تعمق و تدبر در قرآن ندارن. زن نوح چی شد؟ غرق شد. زن لوط چی شد؟ زیر بارش سنگ های آتشین نابود شد. آیا ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها گرفتار عذاب شد؟
پیامبر صلی الله علیه و سلم در آغوش ایشان جان میدن. آخرین لحظات زندگیشون رو در آغوش ام المؤمنین عایشه صدیقه هستن. بعد از اون میگه والطیبات للطیبین، مردان پاک برای زنهای پاک هستند. والطیبون للطیبات، و زنان پاک برای مردان پاک هستند و مردان پاک برای زنان پاک هستند. اولئک مبرؤون مما یقولون، اینها پاک هستند از آن تهمتی که با آنها زده می شود. لحظات پیش تفسیر شیعه رو نشان دادم که اجماع مفسرین شیعه است که این آیه اولئک مبرؤون مما یقولون نزلت فی النبی، میگه این در مورد پیامبر نازل شده، لا لها، نه برای عایشه. یعنی عایشه هست همینطوری اما پیامبر نیست. لهم مغفرة و رزق کریم. و در سوره احزاب آیه 57 و 58 الله متعال شدیداً مؤمنین رو مورد خطاب قرار میده. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره وعد لهم عذابا مهینا. کسانی که پیامبر رو اذیت میکنن، اذیت پیامبر از این بالاتر هست که تو به همسرش تهمت زنا بزنی، تو به همسرش تهمت شرک و نفاق و کفر بزنی. و الله متعال برای اونها عذاب دردناکی رو آماده کرده است. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا. کسانی که مردان و زنان مؤمن، این آیه اجماع مفسرین اهل سنت است که در مورد صفوان و عایشه رضی الله تعالی عنهما نازل شده که الله سبحانه و تعالی میگه کسانی که اذیت میکنن مردان مؤمن و زنان مؤمن را بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند، اینها گرفتار یک بهتان و گناه بزرگ و آشکاری شدند. این عقیده اهل سنت است.